بیا با هم سیمیت درست کنیم. ترکیب تمام مواد خشک دستور، اضافه کردن ماست و آب، مخلوط کردن خمیر تا جمع بشه. بعد به سطح کار منتقلش میکنیم، چند دقیقه ورز میدیم. در حین ورزدهی کره رو اضافه میکنیم، 20 دقیقه ورز میدیم تا به تست پنجره برسه. 1 ساعت توی ظرف چرب شده استراحتش میدیم. بعد پف خمیر رو میگیریم و دوباره به سطح کار منتقلش میکنیم. خمیر رو دوباره چونه میکنیم و میذاریم 10 دقیقه استراحت میانی داشته باشه. بعد از 10 دقیقه خمیر رو به 6 تا 8 چونه مساوی تقسیم میکنیم و چونه ها رو مثل فیل دوباره بازشون میکنیم، رولشون میکنیم و انقدر روی سطح کار میغلطونیم تا به رشته های تقریبا باریکی تبدیل بشن. حالا رشته ها رو به هم میتابونیم و دو سر رشته ها رو نزدیک هم میکنیم و به هم میچسبونیم. حالا تو شیره رقیق شده انگور میزنیم. بعد به کنجد آغشتش میکنیم. میذاریم تو سینی فرن تا حجم خمیر 2 برابر بشه. بعد میفرستیم تو فرن. اینم از سیمیتای خوشمزه.